دومین جلسه از مرور کتاب انضباط روحانی رو درس میدیم. ما این کتاب 1 سال کار کردیم و الان میخوایم این کتاب رو از جلسه قبل ما شروع کردیم به مرور. متوجه شدیم که انضباط‌های روحانی به 3 دسته تقسیم شدن: انضباط‌های درونی، بیرونی، گروهی، که ما هفته پیش در ارتباط با انضباط‌های درونی دری به سوی آزادی صحبت کردیم. خب متوجه شدیم خدا انضباط‌های روحانی رو به ما بخشید تا واسطه فیض باشه برای ما که در ما عمل بکنه و انضباط‌های روحانی ما رو قادر میکنه که خودمون رو در معرض عمل خدا قرار بده تا خداوند بتونه ما رو متحول بکنه. خب خدا رو شکر. و خیلی خوبه که بدونیم که انضباط هایی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنیم 4 تا انضباط هست: انضباط تعمق، انضباط دعا، انضباط روزه و انضباط مطالعه هستش. خب انضباط ها گفتیم روشی هستن که خدا از طریق اونها ما رو در زمینی میکاره که ما در اونجا میتونیم خدا رو در عمق وجودمون احساس بکنیم و ما رو متحول میکنه. انضباط های روحانی به خودی خود کاری از پیش نمیبرن، تنها میتونن ما رو در مکانی قرار بدن که تو اونجا امکان انجام کاری که خدا از ما میخواد باشه. اونا واسطه فیض خدا هستن. خدا اینطور مقدر کرده که انضباط‌های روحانی همچون واسطه‌ای در زندگی‌های ما عمل کنن و ما رو در شرایطی قرار بدن که خدا بتونه ما رو برکت بده. خب اولین انضباطی که میخوام در ارتباط با اون صحبت کنیم انضباط تعمقه. ما در جامعه‌مون، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، با 3 تا رقیب اصلی رو در رو هستیم: 1 هیاهو، 2 شتاب زدگی، 3 ازدحام. اگر شیطان و نیروهای تاریکی بتونن ما رو درگیر زیاده خواهی، اون چیزیه که از حد معمول بیشتر هست، و تنوع طلبی هایی که واقعا خیلی لازم نیست، اگه ما رو درگیر اون کارا بکنه به هدف خودش رسیده. پس به قول یک روانپزشک معروف به نام دکتر یونگ میگه عجله کار شیطان نیست، خود شیطان. گوش کردن به کلام خدا، تأمل در اعماق خدا، اعلام کارهای خدا و فکر کردن در شریعت خدا در هر مورد تأکید بر تغییر رفتار در نتیجه روبرو شدن با خدای زنده است. توبه و اطاعت از مظاهر ضروری درک کتاب مقدس از تعمق. پس توبه و اطاعت خیلی مهمه. یعنی هر جا اشتباه کردی در جا توبه کن و بعد تعمق کن بهش و اطاعت کن. خب مزمور نویس میگه شریعت تو رو چقدر دوست دارم، تمامی روز تفکر من است. تمامی روز تفکر من است. پای خود را از هر راه بد باز داشتم تا کلام تو را نگاه دارم. از قوانین تو روی نمیگردانم، زیرا تو خود مرا تعلیم داده ای. هللویا. اینطور میگه که اون ما را تعلیم میده. پس این نوع تمرکز مداوم و پیوسته داره تأکید میکنه بر موضوع اطاعت و وفاداری که تعمق مسیحی از تعمق و مراقبه شرقی اونو جدا میکنه در اصل. پس ما میدونیم مکاتب شرقی یک تعمقی دارن، مراقبه دارن. مثلا ما میدیدیم که
من خودم اینطور بودم. من یه مدت کریشنامورتی خیلی کتاب خیلی قویه، خود شخص خیلی قوی بود در مکاتب شرقی و خیلی تأکید بر روان انسان ها داشتن که حالا بهش میرسیم باز در یه خورده جلوتر. ولی تعمق مسیحی میگه که کاملا متفاوت هست و کسایی که به قلب خدا خیلی نزدیک بودن، ریچارد فارستر میگه خدا از این جهت با اونا سخن نگفت که خیلی توانایی های ویژه‌ای دارن. این بعضی موقع ما فکر میکنیم حالا من سخنور خوبی هستم، یه توانایی خاصی دارم، یا حتی ایمان خیلی خوبی دارم. میگه خدا به این علت با اونا سخن نگفت، باشون حرف زد چون تشنه شنیدن بودن. پس این تشنگی خیلی مهمه که ما تعمق بکنیم در این ارتباط و مشتاق شنیدن از خدا باشیم. خب عیسی هم توی زندگی که داشت در روی زمین خیلی اوقات خودش رو در تنهایی میرفت با پدر سپری میکرد، میرفت و در تنهایی. یه دفعه میبینی قیبش میزد، میرفت نشسته رکوع داره با خدا، داره با پدر صحبت میکنه. خب بعضی موقع مثلا شاگردان بود کجا رفت یه دفعه، بعضی موقع خب فقط اون سه تا شاگرد اصلی رو برمی داشت میبرد. حالا نمیخوام اصلی و فرعی بکنیم ولی خب ظاهرا نزدیکتر بود اونطوری که ما میبینیم. حتی خیلی اوقات در خلوت و سکوت هم نمیتونی صدای خدا رو بشنوی. میدونی چرا؟ چون که ذهنت پر از هیاهوه. یه موقعی ما ذهن ما پر از هیاهوه. به عبارت ساده تعمق مسیحی توانایی شنیدن از خدا و اطاعت از کلام اونه. تعمق مسیحی خیلی فرق داره با ذکر کردن و ورد خوندن و یا ورزش‌های فکری حتی مثل یوگا. خیلی فرق داره. میدونی حقیقت اینه که خدای عظیم، خدای کائنات مشتاق برقراری رابطه با ماست. یعنی بزرگترین چیزی که خدا از ما میخواد اینه که ما با اون به یک رابطه صمیمی برسیم. دعا یعنی فرود آمدن فکر به درون قلب، دیدن روی خدا، خدای حاضر و بینای مطلق و ساکن در وجود ما. تعمق عزیزان وظیفه همه ماست. ما در تعمق یه فضای احساسی و روحانی ایجاد میکنیم که به عیسی مسیح امکان میدیم یک محرابی درون قلبمون ایجاد کنه. خب آدم محراب چیکار میکنه؟ محراب جاییه که آدم میره در خلوت و تنهایی شروع میکنه به دعا کردن دیگه. یک محرابی باز میکنیم. اینی که میگه روح به بیانات، به ناله های بیان نشدنی برای شما دعا میکنه. اینی که میگه عیسی مسیح برای شما شفاعت میکنه. میگه بر در قلب تو ایستادم. در از تو مکاشفه میگه من بر در ایستادم. خب در کجا ایستاده؟ وقتی این صحبت میشه خب عیسی کجا میخواد بیاد؟ عیسی میخواد درون قلب ما بیاد. هیچ جا نگفته درون مغز ما بیاد. هیچ جا نگفته منظور از در خونه است. منظور از در قلبه که خیلی جاها مثلا من شنیدم میگن که هیچ ننوشته بر در قلب. درسته بر در قلب نوشته نشده. میگه من بر در ایستاده میکوبم. درسته؟ کدوم در؟ منظور در چیه؟ در قلبه. چون عیسی میگه میخوام بیام با تو بشینم. منظورش نیست در خونه رو باز کنید بیا سر سفرت بشینم اونجا. نه، میخواد تو قلبه. چون قرار عیسی درون من ساکن بشه، نه درون خونه من. پس این رو متوجه بشیم. ما که زندگی خودمون رو به مسیح سپردیم باید بدونیم که واقعا عیسی چقدر مشتاق اینه که با ما یک گفتگوی صمیمانه داشته باشه و با ما یک ضیافت دائمی. هر موقع صحبت از تعمق و تأمل مسیحی به میان میاد خیلی ها فکر میکنن که مدیتیشن هست، کلاس های TM هست
یا همون ادیان شرقی که صحبت کردیم، این دوتا واقعا با هم یک دنیا واقعا فاصله دارن. خیلیا نمیدونن اینو و ندانسته یک کج‌فهمیایی دارن. میدونید مدیتیشن های شرقی تلاش برای تخلیه ذهنه. خب یعنی میگه که ما چطور میشیم؟ ما به کائنات میپیوندیم. چرا؟ بخواه خالی بکنن. تلاش برای اینه که ذهن خالی بشه. خب در صورت که تعمق مسیحی تلاشیه برای پرساختنش، باید پر بکنه. این دوتا خیلی با هم متفاوتن. پشت هر چیزی یه روحی هست عزیزان، پشت هر چیزی یه روحی هست. شیوه شرقی تعمق، شیوه های شرقی تعمق میگه که تو باید از دنیا جدا بشی. خب این بعد چیکار میکنه؟ میاد تأکید میکنه بر ترک خصوصیت های شخصیتی، ویژگی های فردی و اتحاد با خرد کیهانی. یعنی چیه؟ با کائنات. میگه بپیوند به کائنات. اشتیاق به اینه که از اون رنج ها، بارهای زندگی، خب که خیلی موقع آدم ها توش غرق میشن، تو سردی و بی‌عاطفگی گیر میکنن، هویت فردی انسان در واقع از بین میره. یعنی اون شخصیت از بین میره. خدایی در میان نیست تا انسان به او بپیونده و یا از او بشنوه. گسستن هدف آخر ادیان شرقیه. یعنی میگه خودت رو آزاد کن. در صورتی که تعمق و تأمل مسیحی خیلی فراتر از میل جداییه. در این گسستن که ادیان شرقی ازش صحبت میکنن خطری وجود داره. عیسی داستان مردی که از روح شریف خالی شد خیلی قشنگ داره میگه توی لوقا باب 11 24 الی 26. میگه هنگامی که روح پلید از کسی بیرون میآید 7 روح بدتر از خودش هم میره میاره، همگی هم داخل میشن و در آنجا سکونت میکنن. در نتیجه شخص به حالت بدتر دچار میشه. خب ما در تعمق پس متوجه شدیم فقط گسستن به تنهایی کافی نیست. بله ما یه سری چیزا رو باید خالی بکنیم، ولی چی جاش پر کنیم. این خیلی مهمه. ادیان شرقی چیزی برای پر کردن توش ندارن. خب پس ما باید تمام وجود باطنی خودمون رو تسلیم بکنیم به خداوند. کشفهمی‌های دیگه هم در مورد تعمق مسیح هست که میگن خیلی سخت و پیچیده است. حالا ما نمیخوام به اون زیاد بپردازیم، ولی حاصل تعمق معمولاً دیدگاهیه که عمیقاً کاربردیه و تقریباً این دنیا به ما میگه که چطور، در این دنیا به ما میگه که چطور با همسرمون، با فرزندمون و یا با دیگران یا تو موقعیت‌های حساس یا تو شرایط کاری چطور دست و پنجه نرم کنیم. تعمق این رو به ما یاد میده. یه حالتی به ما دست میده که خیلی قشنگه، ولی حالت بسیار بسیار معمولتر اینه که ما را هدایت میکنه که با مشکلات روزمره زندگی روبرو بشیم. ما در تعمق خیلی راحت‌تر میتونیم مشکلات زندگیمون رو حل کنیم. تعمق ما رو به یک دنیای اطرافمون میفرسته، اما به ما یه دیدگاهی وسیع‌تر میده و ما میدونیم که اون موقع از چه زاویه‌ای باید نگاه بکنیم. خب خیلی مهمه که با قدرت تخیل، ما قدرت تخیل رو میخوایم بگیم که از دریچه تخیل و تصوره که خیلی ساده میشه به قلب راه پیدا کرد. خب میگه که عیسی مسیح نیز چنین در تعلیم میداد و مدام بر بهره گیری از قوه تخیل تاکید میکرد. میگه از اونجا که نمیتونم با ادراکم تأمل کنم، مسیح را در درونم مجسم میکنم. چرا من با فکر خودم نمیتونم همینطوری یک کاری بکنم، پس مسیح رو در درونم مجسم میکنم.
تخیل به ما کمک میکنه که افکار خودمون رو کنترل کنیم و نگاهمون رو روش متمرکز کنیم. مثلا عیسی میگه در من بمانید در کلام بمانید. خب این یعنی چی در من بمانید در کلام بمانید؟ این اصلا خب مشخصه که از یه قوه تخیل ما باید استفاده بکنیم که در من بمانید در کلام بمانید. یعنی چی؟ ما به کمک تخیلمون فکرمون رو در یک چارچوب موضوع مورد تعمقمون محدود میکنیم، از پراکندگی فکر جلوگیری میکنه، متمرکزش میکنه. معمولا در دعا ذهن کسایی که با خدا راه میرن، یعنی که سعی میکنن زندگیشون رو درست به خدا بسپارن، یه تصویری میاد که منعکس کننده وضعیت خاصیه. مثلا وقتی که برای دیگران دعا میکنیم، معمولا تصویری که تو اون شرایط هستن تو ذهنمون مجسم میکنیم و همون باعث میشه که من بهتر بتونم برای اون دعا بکنم، در موردش تعمق بکنم. تعمق کردن با مطالعه نمیشه یاد گرفت، با تعمق کردنه که تعمق رو یاد میگیریم. فقط باید به تجربه تعمق برسیم. حالا ممکنه سوال پیش بیاد زمان مناسبی برای تعمق باید اختصاص بدیم؟ نه، فقط کافیه که توی زندگیمون یه خورده مهارت کسب بکنیم که چجور تعمق کنیم. اون موقع تو هر شرایطی ما میتونیم تعمق بکنیم. اتفاقا تو هر شرایطی میتونیم تعمق کنیم. وقتی متقاعد شدیم که لازم هر روز تو وقت معینی به تعمق اختصاص بدیم، اون موقع باید اتفاقا حواسمون باشه که به اسم تعمق کردن تو دام اعمال مذهبی نیفتیم یه دفعه‌ای توی زمان مشخص که الان وای اگر نشد موقع حس محکومیت بیاد بوم، خیلی موقع خطرناک میشه. تعمق کردن تمام زندگی ما رو در بر میگیره. تعمق امری شبانه روزیه، شیوه ای از زندگیه. به خاطر این پولس دائم سفارش میکنه که پیوسته دعا کنیم. حالا ممکنه بگید تو چه حالت و وضعیت بدنی مناسب باشیم، زیاد فرق نمیکنه. تو هر وضعیت که راحت هستید میتونید این کارو بکنید. ولی خب مثلا ببینید میگه که خیلی هستن تو پرستش دارن آدامس میجون. خیلی جالبه. پرستش زمانیه که ما داریم پرستش میکنیم. وقتی میخوام بگم هللویا، وقتی آدم تو دهنه میتونم بگم هللویا، آدم تو دهنه میپره بیرون، پس نمیتونم پرستش بکنم. پس باید در زمان پرستش اون حالت درونی خودم رو هم حفظ کنم. اگر دیدین زمانی کسی در حال پرستش داره آدامس میجوه، وضعیت درونیش مناسب نیست و نیاز به کمک داره. هر کدوم از ما باید کمکش کنیم. پس حالات ظاهری ما نه تنها منعکس کننده وضعیت باطنی ماست، بلکه میتونه بر دعای درونی ما هم تأثیر بذاره. اول از همین خودتون دوست داشته باشید، چون عیسی مسیح شما رو دوست داره. پس در هر حالتی فرض کنید میخوان امروز برین به مهمانی خدا، چطوری میرید؟ با بهترین شکل، درسته؟ بهترین شکل. پس بهترین روش اینه که راحت ترین وضعیت رو انتخاب کنید. برای کسانی که تعمق میکنن در کلام خدا، خب تمرکز بر کلام خدا خیلی مهمه. در واقع مطالعه کلام خدا بر تأویل و تفسیر متمرکزه. گفتیم تأویل و تفسیر رو در موردش صحبت کردیم. تأویل یعنی از زاویه دید خدا ببینیم. تفسیر اون چیزیه که کلام خدا میگه، دقیقا همون عین تفسیر کلام خداست. منتها تعمق در کلام خدا با تأویل و تفسیر اونو عمیق میکنه، باطنیش میکنه و بهش جنبه شخصی میده. برای ما یه حالت شخصی پیدا میکنه. اینه که میشه کلام زنده.
به خاطر همینه میگه این کلام زنده خداست. چرا؟ چون که این برای ما تبدیل شده به شخصی، تبدیل شده به کلام شخصی. پس خیلی باید حواسمون باشه. این وسوسه هست که ما سطحی بتونیم مطالعه بکنیم کتاب مقدس رو و از تون خوندن پرهیز بکنیم، همون شتاب زدگیه که اول گفتم. چرا؟ چون این وضعیت درونی ما رو مشخص میکنه. وضعیت درونی هم همون چیزیه که باید تغییر کنه. تخیل حقیقی مسیحی هیچ وقت عیسی رو از جلوی چشمش دور نمیکنه. قوه تخیل خودتون رو به کار بگیرید. همون لحظه شما یکی از شاگردای عیسی هستید در نزد پاهای عیسی. فرض کنید میخواید این صحبت در روی این صحبت عیسی تعمق کنید. آرامش خود را به شما میدهم. نیاز به تعمق داره، نیاز به درک داره تا اون آرامش بر شما قرار بگیره. میگه با تخیلی که با روغن مقدس مسح شده دوباره عهد جدید رو برای خودتون باز بکنید. یه جا میشین متی خراجگیر، یه جا میشین پسر گم شده، یه جا میشین مریم مجدلیه، یه جا میشین پتروس، یه جا میشین پولس. جایی که تمام عهد جدید تبدیل میشه به سرگذشت زندگی شما. اون موقع میدونید تو هر شرایط کدوم یکی از شاگردان باشید. دقیق شدن در معنای درونی تمام اتفاقات که در زندگی برای ما میفته یکی از تکالیف روحانی ماست. نه به قصد قدرت بلکه با نیت کسب دیدگاهی نبوتی. انضباط بعدی انضباط دعاست. دعا ما رو به خطوط مقدم زندگی روحانی پرتاب میکنه. دعا مهمترین انضباط روحانیه، زیرا میگه ما رو به مصاحبتی دائمی با پدر آسمانی هدایت میکنه. دعا ما رو وارد یک قلمرو ناشناخته میکنه. تعمق و تأمل ما رو با زندگی درونی آشنا میکنه. روزه وسیله مکمله، ولی انضباط دعاست که ما رو وارد عمیق‌ترین و والاترین عمل روح انسان میکنه. دعای واقعی هم حیات آفرینه، میگه زنده میکنه، هم متحول کننده زندگیه. دعای مخفی، پرشور و از روی ایمان ریشه دینداری فردیه. برای اینکه بتونیم دعا کنیم باید تغییر کنیم. دعا برترین شیوهیه که خدا از اون برای متحول ساختن ما استفاده میکنه. اگر مایل به تغییر یافتن نباشیم خیلی زود دعا کردن رو ترک میکنه. در دعا خدا ما رو به خونه خودش دعوت میکنه. خدا ما رو به اتاق نشیمن خونه دل خودش دعوت میکنه، جایی که میتونیم راحت باشیم و همه چیز رو آزادانه با او در میان بذاریم. میتونیم ما این کارا رو بکنیم، خدا بخوایم تو خلوت خودمون. در دعا خدا ما رو به آشپزخونه گرم دوستی با خودش دعوت میکنه، جایی که میتونیم با اون بشینیم مدت‌ها صحبت بکنیم و از اجاق گرم رفاقت با اون لذت ببریم. در دعا خدا ما رو به ناهارخوری خونش دعوت میکنه، جایی که قوت پیدا میکنیم، غذا میخوریم و در ضیافت اون خواسته های دل خدا شرکت میکنیم. در دعا خدا ما رو به اتاق مطالعه خونش هم دعوت میکنه، جایی که از حکمت اون ما پر میشیم، یاد میگیریم چطور رشد کنیم و جواب سوالات خودمون رو پیدا کنیم. در دعا خدا ما رو به کارگاه منزل خود دعوت میکنه، جایی که از خلاقیت او درس ها میگیریم، با او همکار میشیم. در دعا خدا ما رو به خوابگاه خونه خودش میبره، جایی که در آن آرامش و آسایش پیدا بکنید. میگه درخواست میکنید نمیابید، زیرا با نیت بد درخواست میکنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. یعقوب 4:3. خب درست میگه بعضی موقع ما یه موقعی دعاهایی میکنیم که واقعا جلال خدا توش نیست. درست درخواست کردن مستلزم اینه که این
خواسته ها و تمایلات ما عوض بشن. ما باید انسانیت کهنه رو به در بیاریم. ما در دعای واقعی با تأمل در افکار خدا آغاز میکنیم، با تأمل در افکار خدا. چیزایی میخوایم که خدا میخواد و چیزایی دوست میداریم که خدا دوست داره. در دعای پیشرونده یاد میگیریم که مسائل رو از دیدگاه خدا ببینیم. ممکنه اولش شکست بخوریم، چون به ما یاد دادن که همه چیز از قبل پیش بینی شده و مقدر شده، هیچ چیز رو نمیشه تغییر داد. نتیجه میگیریم که اگر نمیشه چیزی رو تغییر داد پس چرا دعا کنیم. من خیلی این چیزا رو شنیدم از عزیزان، ولی اگر همچین احساسی داشته باشیم خب خیلی زود ما از پا میافتیم و دیگه دعا نمیکنیم. ولی کتاب مقدس تعلیم دیگه ای میده. شخصیت های کتاب مقدس طوری دعا میکردن که انگار میتونن یک تغییرات بنیادی انجام بدن. پولس رسول با خوشحالی میگه ما همکاران خدا هستیم تا اول قرنتیان 3:9. یعنی ما با خدا کار میکنیم تا نتایج وقایعی که میخواد اتفاق بیفته با هم رقم بزنیم. حالا اونایی که با تأکید بر تسلیم و رضایت در برابر امور میگن هرچی خواست خداست همون میشه. خیلی اینطوری میگن هرچی خواست خداست. اما این صحیح نیست. کسانی که واقعا پیرو مسیح هستن با دلیری دعا میکنن، با دلیری. مثل موسی که ایمان داشت میتونه حتی نظر خدا رو عوض بکنه که کرد. در واقع کتاب مقدس شدیداً بر تغییر پذیر بودن تقدیر جهان تاکید میکنه. با زبانی انسانی به گوش خواننده امروزی ناآشناسین از خدایی صحبت میکنه که به خاطر محبت تغییر ناپذیرش نظر خودش رو تغییر میده. این برای ما مثل آزادیه، ولی در عین حال مسئولیتی خیلی بزرگ جلوی پای ما میذاره. ما برای رقم زدن آینده با خدا همکاری میکنیم. ما باید با دعا دنیا رو عوض کنیم. در دعای واگذاری و سپردن، یکی از دعای واگذاری و سپردن، تعهد میکنیم اگر اراده ما با خواست خدا مغایرت داره از اون صرف نظر کنیم. واضحه که ما میکوشیم، سعی میکنیم مطابق افکار خدا فکر کنیم، ولی خیلی از مواقع اون خواسته ها و نیازهای انسانی ما مانع میشه. در چنین مواقعی باید از شیوه عیسی مسیح الگو بگیریم که میگه ای پدر اگر اراده توست بشود. میگه اما نخواست من بلکه اراده تو انجام بشود. وقتی تلویزیون روشن میکنید میبینید کار نمیکنه، ما نتیجه نمیگیریم که امواج الکترونیکی اصلا وجود نداره. درسته؟ فرض میکنیم که اشکالی حتما در کاره. شاید دکمه تلویزیون خرابه، شاید پریز خرابه، شاید دو شاخه خرابه. چه چیزی مانع انتقال امواج شده؟ از کار کردن یا نکردن. از یکی این دوتا ما متوجه میشیم که آیا اشکال رفت میشه یا نمیشه. بالاخره یکی از اونها رو وقتی نگاه میکنیم ولی سیگنالا که رو هوا هست، سیگنالا که نرفته. در مورد دعا هم همینطوریه. اگه دعاها و خواسته های ما واقعا اجابت بشن معلوم میشه درست دعا کردیم. در غیر این صورت اشکالی در کاره. شاید اشتباه دعا میکنیم، همونطور که میگه شاید با نیت بد درخواست میکنیم، شاید لازمه چیزی در درون ما متحول بشه، شاید لازمه یه اصول جدیدی در مورد دعا یاد بگیریم، شاید صبر و استقامت لازمه، باید گوش بدیم، از نو دست به کار بشیم. درست همونطور که میدونیم از کار کردن تلویزیون آگاهی پیدا میکنیم که مشکل کجا بوده، از اجابت شدن دعاهامون هم میتونیم اطلاع حاصل کنیم. ما خیلی اوقات فکر میکنیم با خدا در ارتباط هستیم، در صورتی که اینطوری نیست. مثل اینه که همین الان مثلا اگه همین الان که داریم صحبت میکنیم 10 برنامه رادیو تلویزیونی در حال پخشه، درسته؟
ولی ما نمیتونیم هیچ کنم از اونها رو بگیریم. چرا؟ چون که رو اون موج تنظیمش نکردیم. معمولا مردم با ایمان دعا میکنن ولی هیچ اتفاقی نمیفته، چون با خدا هماهنگ نیستن. ما اول باید آروم بگیریم، اون موقع سکوت خدا رو میشنویم، در سکوت صدای خدا رو میشنویم. هماهنگ کردن خودمون با ضربان قلب خدا یک کار روحانیه. بدون آن تکرار دعای ما باطله، میشه دعای ما تکرار باطل که متی تا 6 متی باب 6 آیه 7 میگه. گوش کردن به صدای خدا ضروری ترین کار برای شفاعت موفقه. شخصی دعا میکرد، اول میگه با خودش فکر میکرد که دعا یعنی سخن گفتن، ولی یواش یواش سکوت کرد و در نهایت متوجه شد که دعا یعنی گوش کردن. تعمق پیش درآمد حتمی شفاعته. یکی از دعاها دعای شفاعتیه که خیلی اوقات بهش دعای ایمان هم میگن. دعای هدایت همیشه بر دعای ایمان مقدمه. این حتما یک جای بنویسیدش اتفاقا، چون خیلی مهمه. پس نقطه اول در آموختن دعا کردن برای دیگران، یعنی شفاعت کردن برای دیگران، گوش سپردن به هدایت الهیه. خیلی موقع دعا کردن برای یه شخص بیمار یا رفع مشکلات یه زوج میترسیم، چون فکر میکنیم ایمانمون انقدر کافی نیست دعا کنیم. من که نمیتونم دعا کنم، بگم فلانی دعا کنه. دعا کن، اتفاقا دعا کن، باید ترس بذاری کنار، چون میگه کتاب مقدس میگه اگر ایمانی به اندازه دانه خردل داشته باشی معجزات بزرگ میکنی. پس اغلب اون چیزی که کم داریم شفقته، نه ایمان. مهم احساس همدردی دعا کننده با شخصی که براش دعا میشه. پس حس شفقت یکی از واضح ترین علائمیه که نشون میده خداوند دعا کردن برای موضوع خاصی رو به ما سپرده. روش دعا کردن، ریچارد فاستر میگه روش دعا کردن من بدین منواله. از اونجا که نمیتونم با ادراکم به تأمل بپردازم، میکوشم مسیح را در درونم مجسم کنم. تخیل معمولا در رو به روی ایمان باز میکنم. این خیلی جالبه. میگه یه بار از من خواستم به یه خونه‌ای برم برای یه دختر بچه‌ای که خیلی بیمار بود دعا کنم. یه برادر 4 ساله‌ای هم داشت، این دختر دم در ایستاده بود. اون گفتم بیا با هم دیگه برای خواهرت دعا کنیم. یه اونم خوشحال شد، چون میدونستم دعای بچه ها یه طور عجیبی مؤثره. خب اون پسر بچه روی صندلی میگه کنارم نشوندم و بهش گفتم بیا بازی ساده بکنیم، چون ما میدونیم عیسی همیشه با ماست. پس بیا تصور کنیم که اون همین الان روی صندلی روبروی ما نشسته. خیلی جالبه. و اون صبورانه منتظره تا ما حواسمون رو متوجه اون بکنیم. وقتی اونو دیدیم به جای فکر کردن به بیماری خواهرت به محبت عیسی مسیح فکر کن. اون لبخند میزنه، از جاش بلند میشه، به طرف ما میاد. حالا بیا 2 نفری دستامونو روی خواهرت بذاریم. عیسی هم دستش رو روی دست ما میذاره. بعد میبینیم که از وجود عیسی نوری به بدن خواهر کوچولی تو میره و حالا اون خوب میشه. و بعد میبینیم که نور عیسی چگونه میکروبای بدنش رو میکشه و بیرون میندازه. اینگه اون پسر بچه هم با یه حالت جدی سرش تکون داد. هر دو با این روش کودکانه دعا کردیم. و بعد خداوند میگه به خاطر شفای اون دختر بچه و خداوند به خاطر شفای اون دختر بچه شکر کردیم. میگه نمیدونم چی شد یا چطور اتفاق افتاد، ولی صبح روز بعد اون دختر کوچولو سلامت کامل خودش رو پیدا کرده. خدا خودش بنیان دعا و استغاثه رو درون ما گذاشته. ما کاملا به اون متکی هستیم. دعا واکنش به عملیه که خدا در قلب ما آغاز کرده. پس دعا واکنش به عملیه که خدا در قلب ما آغاز کرده. تصاویر ذهنی و کلمات و ایده ها همینطوری به نوبه خودشون بی ثمرن،
مگر اینکه از روح القدس نشأت گرفته باشن. میگه که خود با ناله‌هایی بیان نشدنی برای ما شفاعت میکنه. هر وقت ویلیام تمپل میگه که اسقف اعظم بود، میگه که هر وقت دعا میکنم حوادث اتفاقی بیشتر رخ میده. خیلی جالبه، چون خیلی موقع ما فکر میکنیم خیلی اتفاقاتی که برامون میفته و ما عبور میکنیم شانسیه. یعنی این خیلی جالب، به صورت کنایه آمیز داره میگه هر وقت دعا میکنه احتمال حوادث اتفاقی بیشتری میفته. پس دعای ما میتونه برای فرزندانمون خیلی مهم باشه. به عنوان یک کاهن شما میتونید به عنوان یک کاهن مسیح بر کودکانتان، بر فرزندانتان دست بذارید و برای اونها برکت بکنید. هیچ وقت نباید بذارید تا حس دعا کردن بهتون دست بده. بعضیا میگن حسش نیست. دعا کردن حسی نیست، باید تمرین کنید، باید بری جلو. دعا کردن مثل کارهای دیگه است. اگر حس کار کردن نداشته باشی کار نمیتونی بکنی. تا کی میخوای کار بکنی؟ این حس یواش یواش درون ما ایجاد میشه. مثل گیتار زدن. اگه بگی حسش نیست، خب گیتار زدن خوب نمیشه. تا زمانی که شروع کنی گیتار زدن، اون موقع حسش هم میاد. انضباط روزه انضباط بعدیه. توی سرتاسر کتاب مقدس روزه به عنوان پرهیز از خوراک به منظور دستیابی به اهداف روحانی مطرح شده. خب تو کتاب مقدس روزه معمولاً به معنای پرهیز از هر نوع غذا، چه جامد چه مایع، البته نه آب، چون در اناجیل میخونیم که عیسی 40 روز روزه گرفت. میگه و در آن روزها چیزی نخورد و در پایان آن مدت گرسنه شد و شیطان او را وسوسه کرد تا چیزی بخورد. همه اینا صحبت از اینه که از غذا پرهیز کرد، نه از آب. پس از نقطه نظر جسمانی روزه فقط شامل پرهیز از غذاست. خیلی موقع روزه شامل پرهیز از یه سری غذاهای خاص میشه، مثل دعای دانیال، دعای 21 روزه دانیال با خودش عهد کرد که خودش رو تدخین نکنه، شراب و گوشت هم نخوره. یکی از روزهایی که خیلی مهمه روزهای گروهیه که خیلی قدرتمنده. بر سر میشونن خیلی از ایمانداران بر سر موضوعی با همدیگه فکر میکنن، هم رأی میشن یا برای مشکلات جدی که دارن متحد میشن و شفاعت میکنن و روزه میگیرن. هیچ قانونی توی کتاب مقدس در ارتباط با نگه داشتن روزه وجود نداره، اما خیلی مهمه که ما بدونیم روزه که میگیریم با چه انگیزه ای این کارو میکنیم. خب بهره‌گیری از چیزهای خیلی خوب برای رسیدن به اهداف شخصی میگه نشانه مذهب دروغینه. خیلی موقع ما چیزی مثل روزه رو وسیله میکنیم که خدا رو بخوایم بیاریم پایین و کننده کار ما بشه. خب این خیلی خطرناکه. ما میگیم روزه بگیریم که بیان اراده خدا بشود. خب اراده خدا چطوری بشود؟ با امیال و خواسته های من اینطوری من بیام روزه بگیرم؟ نه. اتفاقا اون موقع خیلی از با روزه گرفت اون روزه من رو از خدا جدا میکنه. روزه باید همیشه در همه حال خدا محور باشه. باید آغاز و مسحی الهی داشته باشه. اولین چیزی که ما در روزه میاد سراغمون ممکنه خب گرسنگی باشه. خیلی موقع خشمگین میشیم و فکر میکنیم که این خشم ما به خاطر گرسنگیه. بعد یواش یواش به علتش پی میبریم که نه، انگار یه چیزی درون ما هست. باید خیلی خوشحال باشیم، چرا که به واسطه این قوت مسیحه که یواش یواش اون ضعفامون رو در روزه ما پیدا میکنیم و اونا رو مسیح شفا میده. ممکنه که در روزه خیلی از خصوصیات اخلاقی ما آشکار بشه، مثل غرور که ممکنه بر ما مسلط بشه، که با روزه گرفتن بلا فاصله اتفاقا مسلط میشه، عیان میشه.
روزه به ما کمک میکنه تا در زندگی تعادل خودمون رو حفظ کنیم. چه آسون میتونیم جزئیات رو تو زندگیمون اولویت قرار بدیم. چه زود واقعا آرزومند چیزایی میشیم که اتفاقا اصلا احتیاجی به اونا نداریم و بعد چشم باز میکنیم این اسیرش شدیم. پولس میگه همه چیز بر من رواست اما نمیگذارم چیزی بر من تسلط پیدا کنه. پس فراموش نکنیم که مهمترین جنبه روزه تغییر نگرش درونی و قلبیه. در ظاهر به انجام وظایف عادی و روزمره خودمون میپردازیم، ولی در درون به دعا و ستایش، سرود خواندن، پرستش، میگه به بیان دیگه وظایف روزمره‌مون خدمتی مقدس برای خداوند محسوب میکنه. این وظایف هرچند دنیویه، میگه لکن برای شما قداست میاره. لازم نیست به همه بگین روزه هستید، فقط به کسایی که باید بدونند بگین. توی مدت 2 سال یه عزیزی میگه که هفته 1 روز روزه میگرفت و بعد میگه به یه ابعاد عمیقی در روزه رسید. میگه یک حس میکردم 1 روز بدون خوراک سر کردن دستاوردی عظیم است، ولی وقتی دیدم چه آسون به اون دست پیدا کردم خودم رو تحسین کردم. 2 میگه با شروع احساس گرسنگی به این درک رسیدم که روزه هدفی والاتر داره. 3 میگه روزه خوراکی را به دیگر عرصه های زندگی هم که در آنها کمتر اراده داشتم ارتباط دادم. دیگه نیاز نبود در اتوبوس روی صندلی بشینم، مثلا حتما باید دلموشی رد بشه که جاش خالی بشه، میتونستم وایسم، برام مشکلی نبود. یا در تابستان دنبال یه جای خنک بگردم و در زمستان دنبال جای گرم بگردم تا اقناع شوم. هر جا نشستم خوبه. میگه به رنج‌های مسیح و رنج‌های گرسنگان یا آنان این کسای کودکانی که گرسنه هستن بیشتر فکر میکنم. یه 6 ماه بعد فهمیدم چرا یک دوره 2 ساله روزه رو به من پیشنهاد کردن، چون حالات مختلف زندگی رو من تجربه کردم. ممکنه دچار سردرد بشید، خصوصا اگر عادت داشته باشین چای یا قهوه بخورید حتما گرفتار سردرد میشین. اینا علائم خفیفیه که به زودی رفع میشه. ممکنه که وزنتون کاهش پیدا بکنه، بعضیا ممکنه در روز 1 کیلو، بعضیا نیم کیلو، و ممکنه در خلال روزه‌داری حتی سرمای بیشتری متوجه بشید، چون سوخت ساز بدن میاد پایین، گرمای کمتری بدن تولید میکنه. اگر جنبه های جسمانی روزه توجه ما رو به خودش جلب میکنه، هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که عملکرد اصلی روزه مبتنی بر کتاب مقدس در حیطه روحه. اون چیزی که از لحاظ روحانی اتفاق میفته نسبت به رویدادهای جسمانی اهمیت بیشتری داره. وقتی یه روزه میگیرید درگیر یک جنگ روحانی هم میشید اتفاقا، که خیلی لازم مجهز باشیم به همه اصطلاحایی که در باب 6 افسوسیان در مورد صحبت شده. یکی از حساس ترین دوره ها به لحاظ روحانی روزهای پایانی روزه است، وقتی ما به طور طبیعی میل به استراحت داریم مخصوصا. ولی من نمیخوام چنین وانمود کنم که هر روزه‌ای مبارزه سخت روحانیه. من خودم چنین برداشتی ندارم. روزه در عین حال پارسایی، آرامش و شادی در روح القدسه. روزه میتونه در قلمرو روحانی ما رو به پیشرفت های نائل بکنه که به هیچ شکل دیگه‌ای هرگز قادر به دستیابی اونها نیستیم. روزه یکی از ابزار انتقال فیض و برکت خداست و نباید مورد غفلت واقع بشه. خدا رو شکر این جلسه رو تموم کردیم. ما جلسه بعد یکی از این انضباط‌های درونی مونده به نام انضباط مطالعه که به اون میپردازیم. مرسی.